سلام عرض میکنم به شما دوستان عزیز و ارجمند شنوندگان گرامی قدر مخلصان و هواداران برنامه‌های رادیویی صدای پنجکند. دوستان عزیز اگرچه شما خبر هستید طریق یوتیوب کانال ما اعلان کرده بودیم که ما همین روز ساعت 14 یک صحبت خوب، یک صحبت صمیمی و یکی از چهره‌های شناخته که امروز میان مردم در شبکه‌های اینترنتی خیلی آوازه‌دار است، هواداران زیادی خویش را دارد و البته در برنامه کنسرتی چی در پنجکند بوستانی، چی در شهر خوجند، چی در پایتختی از زمان شهر دوشنبه اشتراک کرده است و اونجا نیز هواداران زیادی خویش را پیدا کرده است. خب دوستان عزیز، کمال‌الدین محمود هستم با شما و مهمان امروزه ما هنرمند خوش‌صدا، هنرمندی بیم که معروف گشته در سامانه‌های اینترنتی و البته روی صحنه هم اومده، عباس رجب و امروز او را همچون عباس ریوتی میشناسند. مهمان شده که خب برادری عزیز رو به پنجکند بوستانی و البته به استودیوی رادیو خوش آمدید میگیم. خوش آمدن نور دیده تاجی سر و امیدوارم که دستی خالی نامدن، چون هنرمند باید دستاویز در مورد ترانه‌های زیبا، آهنگ‌های مرغوب مهمان برنامه ها شدن و از آنکه دعوتی ما رو رد نکردن تشکر میکنیم. البته دوستان عزیز یک امیدوارم که با مهمانی عزیزمون یک برنامه خوب و هم شنیدنی هم تماشا خواهیم داشت. خوش آمدن. سربلند باشید دوستان عزیز. رقم ما فعال است 1050. اگرچه شما نیز میخواهید که به مهمانی ما سوال داده از اون جواب گیرید، پس مرحمت تماس بگیرید به رقم 1050. انتظار رقم های شما هستیم. در برابر هنرمند عباس ریوتی امروز یکی از نزدیکانشان، نفری که امروز پیوسته همکاری میکنند در جدای فعالیت دستگیری میکنند، گویم پرودیوسر هستن. امید جان، برادری عزیز خوش آمدن. سلام باشید. خب از اون که امروز شما یک جا فعالیت میکنید چقدر شده است امید جان؟ راستی مدتی دراز شدگی نیست، یعنی مدتی کوتاه شدگی از ما قدم‌های اولی رو در جاده همکاری گذاشته ایستادیم. راستی به نهایت همین هنری اکوی عباس ریوتی گوییم با من به نهایت معقول است. اون شخص به یک من مخلصانی به نهایت زیاد دارم. از همین لحاظ من به خلاصه آمدم که با اکوی عباس همکاری کردن میارزد، سزاوار است که ما همکاری کرده باشیم. خدا خود در آینده نقشه‌های زیاد داریم. خب اکنون به اکوی عباس گفتنی هستم، میخوام بدونم شاید که تماشاگران مخلصان نیز میخوان بدونن که چی محض شده که شما همین کسب همین هنر رو پیشه گرفتید، یعنی خواستید سراینده باشید از اون خوردی؟ مثلا شاید یگان هنرمند رو برآمدهایش رو تماشا میکردید، به او شاید میخواستید پیروی کنید، مثال یک سراینده باشید. مرحمت. خدا داده یعنی اصلا خوردی مایده که موضوع من چی بود؟ روبو مراقب برامدگی ورکنی دکن خدا داد وای کرده. خب از خوردی یعنی خواستید همین سراینده شوید. کدام هنرمندان رو دوست ندارید؟ ترانه‌هایشان رو میشنوید؟ شده خوابل جان ظریف. خوابل جان ظریفوف. باز کدام هنرمندان برای شما پسند هستند؟ افضلشاه شریف. افضلشاه شریف. ارکین. من در یک نمور دیده بودم که با ارکین اودینایف روی یک صحنه بودید، در کدام برنامه کنسرتی اشتراک کرده بودید، همین خیلی است؟ خب اونجا با دعوتی کی؟ اونجا رفتید با دعوتی خود ارکین اودینایف؟ خودش، با دعوتی خودش. چگونه تاثیرات بود اونجا؟ شما دیدیم که اونجا بسیار با روحیه خوب با یک طبع بولیده برآمدید، سرود خواندید، برای شما پسند اومد؟ پسند اومد یا نه برای شما که همون شاید دوشنبه رفتم همون خاطرمون بود، همون از اکوی ارکین میندار است؟ میندار. میندار. سلامت باشید.
امید جان اینجا اکنون میخواستم برای شما سوال دهم که چه سبب شد برای شما که خب با اکوی عباس همکاری کرده باشه. میخواستم در مورد اون که از کی با شما شناس هستید آشنایی پیدا کردید؟ ما راستیگه همون وقتایی که من از خوردی که همین وقتی که اینترنت و شبکه‌های اینترنتی رو صفحه که میرفتگی شدم اکوی عباس رو پیوسته تماشا میکردم، اما اون وقتها نمیتوانستم دستگیری کردن. امروز که ما نواربردار هستم در توی معرکه‌های مردمی وادی زرافشان خدمت رسانی کرده ایستادیم. من میخوام آهسته آهسته همین اکوی عباس به زینه‌های پیشتر و بلندتر قدم گذاشته باشم، در توی‌های با نفوذ اشتراک کرده باشم و من فکر میکنم بهترین فکر است چون استعداد خودآگاه دارم کمک سرقال دادن لازم است. تمام باید تیار شوم اکوی عباس خدا خواهد در توی‌ها خدمت بکردگی بشم. امیدوارم. تشکر میکنم برادری عزیز. خب این لحظه میخواستم که اکوی عباس یک ترانه زمزمه کنند که بگذار که انتخاب از خودشان باشد. از صف اسلوبی کلاسیکی هم که بگذار انتخاب از خودشان بیاید که بیم یک ترانه وصف مادر باشد. مادر. انتخاب از خود اکوی عباس کدام ترانه‌ای که وصف مادر است کمی زمزمه میکردید برای شنونده ها، برای تماشاگران. فکر میکنم با یک انتظار هستند چون میخواهند که شما ترانه هایی که برای خودتون پسند است، برای اونها پسند است سرایده باشید. بگذار انتخاب از خودتون باشد. یک ترانه وصف مادر اکوی عباس. مرحبا. از اون ساعت درست ساعت ندرست هر سحر میخیزم یادم به یادی مادرم گل به گل میپیچد جیگر کبابم مادرم مادرم جان و دلم به تو جهان را چه کنم اما میرم با تو من دیگران را چه کنم اما میرم با تو من دیگران را چه کنم مادری دیگر مرا فرزند خواند سوزشی قلبی مرا پیوند خواند گفت به جای مادرم مادرم با محبت من تو را میپرورم هر سحر میخیزم یادم به یادی مادرم یادم به یادی مادرم سلامت باشید. تشکر میکنیم برای پیشنهاد یک ترانه زیبا و باوری دارم که برای شنونده هایی که عین حال رو مستقیما میشنوند این ترانه خیلی پسند اومد و بسیار یک ترانه خوب است. من بار دیگر شایان شدم که در واقع به مهارت خوب شما نیز ترانه میسرید. راستی گم شنونده‌های عزیز تماشاگران گرامی خیلی که من نیز با مهمونی عزیزمان چون گفتم در آغاز تنها غایبانه آشنا بودم چون نوارهایشان رو ترانه‌هایشان رو طریق اینترنت تماشا میکردم. خب راستی که من نیز حواس داشتم، آرزو داشتم که با این نفر هم صحبت شوم، از نزدیکتر آشنایی پیدا کنیم و اینک آرزوهای ما عملی میشوند. دوستان عزیز، خب امید جان میخواستم بدونم که در آینده نقشه ها چگونه هستند؟ شاید میخواهید یک جای یک برنامه های کنسرتی
акои Аббосро барпо намоятон? мо ростига агар ҳақиқати ҳолро гӯям, ҳамин хел нақша дорем ки дар зинаҳои аввал ман фикр мекунам дар ҳар як зина аввал худро санҷидан лозим. Агар аз имтиҳони худ гузаштем, аз имтиҳони мардум гузаштем, аз имтиҳони тамошобин ки гузаштем, баъд қадам гузоштан дар кор ба нақшаҳои минбаъда. Якумин нақшае ки мо дар пеш дорем бо акои Аббос сабти клипҳои гуногун бошад ки бо сурудҳои пурра сабт карда бошад. ин пинҳон нест ки сурудҳои акои Аббос бисёриаш нопурра ҳастанд. мо ба ин иқрор мешавем. аввал сурудҳоро пурра мегардонем худо хоҳад, баъдан камакак сабтҳои клип мекунем, баъдан пас аз ҳамин имтиҳонҳоро ки мо гузаштем, дар қадами аввал мо бояд лоақал дар маъракаҳои мардум акои Аббосро замзама мекардагӣ кардана он лозим аст. баъд дар мавзӯи консерту дигар баъд худо хоҳад боз нақша мешавад. Саломат бошед. Ман албатта дар ин ҷода барои шумо муваффақиятамонро мекунам. Хуб аки Аббос, мегуфтед ки дар кадом мавзӯъ сурудан барои шумо бештар писанд аст? васфи модар, васфи падар, васфи ишқу муҳаббат, дар кадом мавзӯъ барои шумо бештар писанд аст сароида? дар кадом мавзӯъ мехоҳед боз таронаҳо сароед бештар? суруди май қобил зарипов, суруди классик. яъне таронаҳои классикӣ, васфи зиндагӣ, ҳамин хел аст, васфи падар, модар. саломат бошед. ман таманно мекунам ки дар воқеъ шумораи шунавандаҳотон, мухлисотон зиёд гардад. хуб, анамин асбобе ки дар даст доред, аз хурдӣ омӯхтед навозед? майдаким аз хурдӣ навохтам досам. яъне худатон омӯхтед ё нафаре ба шумо кӯмак? худам ҳам гирифтам навохтам. яъне Аббоси Реватӣ худ аз хурдӣ кӯшиш кард, чун завқ дошт, ҳавас дошт барои сароянда шудан. имрӯз дар ин ҷода то ҷои муваффақ аст. худ ҳавас кард, омӯхт. имрӯз асбоб менавозад. бағайр аз боз кадом асбобҳоро намӯхта метавонед? боз ягон намуди асбоб то тамбур ҳамаша менавозам. ҳамаша Ҳамаша метавонед? метавонед. доира ҳамаша менавозам. беҳтарин. фикр мекунам ба акои Аббоси Реватӣ вақте туй мераванд, дигар мусиқа навоз лозим нест, ҳамаша аз уҳдааш мебаранд. шӯхӣ мекунем. албатта ман ин барои акои Аббос медонед чӣ? агар сароянда бар зами он ки садои хуб дораду истеъдоди хуби суруданро дорад, агар ӯ ҳамзамон навозандаи хуб аст, ромишгари хуб аст, ин хеле хуб аст. ҷо мешавад масалан ки ҳамун асбоб садояш намерасад, дар даст мегирӣ, менавозӣ, фикр мекунам боз ҳам рангинтар мешавад. хуб, ман дар чанд наворҳое ки дидам дар интернет, то ҷое гӯем ки шумо яке аз ситораҳои интернети Тоҷикистон ҳастед, чун шуморо пайваста пайгирӣ мекунанд, интизори наворҳои шумо мешаванд. вақте як нафар беиҷозаи шумо санамон баромади шуморо дар гуҷои намоша як маъракаи дар як нишасте мегираду мепартояд, ба шумо сахт мерасад? не, бигзоранд, чунки бай мухлиси шумо аст. агар масалан гӯем ки дар ҳамун лаҳза чӣ гӯям, як рӯҳияи хуб надоред, ба истилоҳ ба ибораи русӣ насрениятам нест, аз шумо мегӯяд ки акои азиз, ман ҳамин наворатонро ман дар интернет монам. шояд он вақт мегӯед не, ё мегӯед бигзор монад. саломат бошед. дӯстони азиз, ҳамватнони гиромии қадр, рақами мо ҳанӯз ҳам фавл аст 1050. шояд инҷо нуқса аст дар хати алоқа ва ман умедворам ки шумо тамос мегиред ва саволу дархостҳои хешро ба меҳмони мо. дӯстони азиз, хотиррасон мешавам ки меҳмони барномаи мо ҳунарманди хушсадо Аббос Раҷабов, бо ӯро ҳамчун Аббоси Реватӣ мешиносанд. занги телефони мутаассифона дорем. занги телефони дорем. садои панҷакин. салому алайкум. хуб, фикр мекунам шунавандаи азиз моро бо диққат гӯш намекунанд. мо меҳмони асосии мо Аббос Раҷабов ҳастанд ва албатта мо инҷо чун умедҷон
продюсер هستم ما اون سوالایی که برنامه جون داخل دارد میدیم برای چی نیم اینجا زنگ تلفنی داریم صدای پنجکن سلام علیکم الو با شما هستم شنونده عزیز سلام علیکم کمالدین محمود هستم اگر شما سوالی دارید مرحمت لطفاً بلندتر حرف میزدید سوالاتون رو پیشنهاد میکنید مرحمت شنونده عزیز اگر سوال است خواهش میکنم دوستان عزیز سوالای خویش رو پیشنهاد کنید اینجا من سوال ها داریم اینجا چون چند پیش طریق اینترنت اعلانی ما پخش شده بود در یوتیوب کانال هایمون اینجا میگن میپرسند مخلصانتون که کمتر درباره عائله خود معلومات میداده خب شما عائله دار هستید صاحب فرزند هستید بله بله یعنی شما عائله دار هستید صاحب چند نفر فرزند دو نفر فرزند بله خب عباس نیودی دوستان عزیز مخلصان گرامی قدرش عائله دار است دو نفر فرزند صدای پنجکن سلام علیکم بله سلام علیکم السلام علیکم و رحمت سلام خوب سلام بشه شنوندگان عزیز من راستی سوالتون فهمو است من فهمیدم که شما چی رو در نظر دارید ولی وقتی که برنامه رو آغاز میکردیم محض در بابت همین پرسان شدم گفتن بگذار اون هر نفر قیمت احترام خیش رو داند بنابراین من جواب نمیگردونم گفتن بگذار که مخلصانم خودشون بها دهند خب اگر اینجا باز هم از شما خواهش میکنم که ترانه در وصف مادر یا پدر زمزمه کنید خب اینجا یک ترانه وصف مادر شنیدیم و این لحظه میخواستم که یک ترانه وصف شاید پدر زمزمه میکردید ولی قبلا میخوام که بگویید که چون مخلصان شما سوال پیشنهاد کردن میخوام بدونم که استاد شما کیست شما اوضاع صحبت کردن خودموز هستن یعنی در جوده کسب و هنرتون سلامت باشه تشکر میکنم خب فکر میکنم این شنونده نیز سوال خیش رو پاسخ خیش رو گرفتن و دوستان عزیز حالا باشد یک ترانه میشنویم اینجا از اخوی عباس خواهش میکنیم که یک ترانه زمزمه کنم که وصف پدر باشد مرحمت اخوی عباس از نام تمام مخلصانتان
تشکر میکنم. من بازم تمرین رو میکنم که صدایتان هیچگاه خسته نباشد. خب بازم اینجا یک نفر شاید که نه با صحبت ما پیوست شدند. بازم میپرسند میگویند که حافظی پسندیده شما کی است؟ کدام سراینده برای شما بیشتر پسند است؟ مرحبا. Azalşo. استاد افضل شدی؟ Erkin. Erkin o dinayet. و همین سراینده هایی که نامور کردید بوری هم صحبت شده از نزدیک. خب فکر میکنم که برای خود یک جهان معنی گرفتید، لذت بردید از صحبت ایشان. شاید برای شما مصلحت ها دادن، میخواد شاید شما گفتن ابو جان انا این ترانه ها برای تو میزیبد یا نمیزیبد، این خیلی ترانه ها خوان نخوان. من میخواد میشد که برخی از دوستان نزدیکانتون برای شما چنین سوال ها میکردن، پیشنهاد ها میکردن، درخواست ها میکردن. کاری شدگی بود یا نه؟ نشده باشد نشده بود بگید خیلی. نگاه با ازشو اگه صحبتاتون نگاه خیلی با ازشو شدی خب برای خود یک جهان معنی گرفتید. عموما با صحبت هنگام صحبت از استادان همین خیلی است. خب امید جان، خب من فکر میکنم که شما نیز تلاش میکنید که بازم از نزدیک با کار و فعالیت زندگی نامه عباس رجبوف مخلصان صوت نوان رو آشنا گردانید. خب بس در برخی حالت ها می شود که آدم شخص با مشکلی ها روبرو می شود. مثلا بگیریم امروز مهمون عزیز از راه دور آمدند به رادیو، به استودیوی رادیو. ببینید که اینقدر راه است، به هر حال آمدند، ولی می شود که در برخی کار و آغازها با مشکلی ها روبرو می شود. خب برای شما این چیز بیگانه نیست. مثلا بگیریم که شما مثال یک استودیوی امروز موفق رو سازمان دادید که امروز در خدمتی مردم است. خب اگرچه وقتی شما یک جای کار میکنید با همین مشکلی ها روبرو شوید، دست نمیکشید از همکاری. راستی میتونید در مسئله همکاری ما هم یک مشکلی وجود داشت که ما علاقه یک 80-90% همین مشکلی رو برطرف کردیم. اگر شما دقت داده باشید در این سامانه‌های اینترنتی، من الان حیران میشم که برای چی اکوی عباس رو هیچ کس به هیچ جا نمیبرد. اصلا مشکلی وزمین آن بود که اکوی عباس رو اجازت گرفتن از برادرانشون مشکلی بود. ما این مشکلی رو پس سر کردیم از برادران این که از منتداری بیان میکنم که برای ما باور کردیم تشکر میکنم از نام شما. بار دیگر برای اون که این خواهش رو رد نکردن. زنگ تلفنی داریم، صدای پنجکین. سلام علیکم. بله با شما هستم شنوانده عزیز. سلام علیکم. الو. خب متاسفانه شنونده خاموش هستند. البته انتظار زنگای نوبتی میشیم. بار دیگر خاطر نشان میکنم دوستان عزیز که در 50 رقم ما اگرچه میخواهید به مهمانی ما هنرمند خوش صدا عباس رجبوف که همگان مهمانی عزیز ما را همچون عباس ریولی میشناسند پیشنهاد کنید. مرحمت به سوالهای خویش حتما پاسخ میگیرید. بنابراین چون تا انتهای برنامه هم چند دقیقه دیگر هست، بنابراین فرصت رو از دست ندهید شنونده عزیز. زنگ نوبتی داریم، صدای پنجکین. سلام علیکم. سلام علیکم. شما بار دویم است که چون این سخن بگویید خودتون رو معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ نام و نسبتون سربلند باشه. خب شنوانده عزیز تشکر میکنیم. شاید که صدای مهمان عزیزی ما پس است، بنابراین شما نمیشنوید، ولی چند سوالی که پیشنهاد کردیم پاسخ گردانیدند. خب اینجا طریق سامانه اینترنتی یوتیوب کانال ما خواهش میکنند از مهمانی عزیز که اشاق سمرقند زمزمه شود.
خب شنوانده عزیز، مخلص عزیز، درخواست شما را مهمان عزیزی ما میپذیرم نمیپذیرم هم چیزی گفتم نمیتونم، ولی پیشنهاد شما را رسونیدم. خب اکوی عباس، درخواست شنونده مخلصتان به هوا نمیموند به فکر من، یک زمزمه میکنید. مرحبا. شما سلام کن.
میکنیم برای تشکیل یک ترانه خیلی زیبا. این هم باشد از جانب یک مخلصی شما درخواست شده. خب وقتی که ترانه رو میسرایدید من پای بودم که با یک ذوق با یک هوس اسباب موسیقی رو در دست میگیرید و البته مینوازید. خب میگفتید که اولین انمون اسباب انمون ربوبی که از شما بود کی ساخته است در یاد داره؟ اسباب موسیقی انمون ربوبی که نخستین ربوب شما بود. نخ میکرده بوده هم پدرم ساخته یک ریگی بله. که بله. برای اون که من کجای خوانده بودم که خودتون قصه کرده بوده درباره انمون ربوبی نخستینتون. فکر میکنم که خیلی خوب میشه که درباره این دیگر مخلصانتون اینجا شنونده های مویز بشنوند. میگفتید پدرم ساخته بود یک شرکت من نخ رباب ساختگی ده من باید بکشیدم هوای صدا مبارم آهنگ میکنم پدرتون ساختگی بودن ده؟ آهنگ میکنم باید نگی فکر میکنم که صداش هم عجیب بود. صداش هم خوشلو خودتون لحظه میبودید هم می‌نواختید می‌سرایدید. سلامت باشید. اینجا شنونده در خط علاقه صدای پنجگین. سلام علیکم، روزتون بخیر. السلام علیکم. سلامت باشید. مرحمت گفتنی دارید؟ مرحمت. خب شما میخواید که مناقش رو گویم یا بعد زنگ زنیم گویم؟ سلامت باشید شنونده عزیز. تشکر میکنم. آنها دیده شما اینجا آمده در برنامه ما مهمان شدید، ما علاقه برای شما توی گرفتیم. خب اینجا درخواست میکنن شما رو به تویشون دعوت میکنن و شنونده عزیز حتما اینجا برادر عزیز ما میجون حضور دارم و حتما با فکر میکنم یا چهل توی روی ها چهل با نرخ گران نروید ارزان نروید چهل اکی عباس فکرتون بید پول میرم خزمان میرم همیشه به پول میرم. اول در قدم‌های اول خب شنونده عزیز اما دیدید چون شما نخستین نفری هستید که مهمونی ما رو اینجا از برنامه محض من برنامه رو در نظر دارم برای تویتون دعوت کردید. عباس سیلوادی وعده کردن که در توی شما رایگان خدمت میکنه. سلامت باشید شنونده عزیز. زنگ نواختی داریم صدای پنجکین. سلام علیکم. الو. سلامت باشید. از پنجکین زنگ میزنید. سلامت باشید خوی عزیز. تشکر میکنم. خب فکر میکنم خوشی شنونده رو در زمین نمیپرتیم یا نمیگذاریم که شمال بردش. بنابراین فکر میکنم خوب میشد که همین حالا همین ترانه را کمی زمزمه کنیم. شعر زندگی بله آقا تلفن میسونم باشد. مرحبا باشد. دانه چینا همچنان
بسیار یک طرز خوب و بسیار یک ترانه زیبا و تاثیر بخش است و بهترین است که شنونده که تماس گرفتن دو درخواست همین ترانه را کردن مخلصش بودن. بسیار یک ترانه خوب و شنیدنی است. تشکر میکنیم. خب امید جون، نقشه ها در آینده نقشه ها بسیار خیلی زیاد هستند. خود نمیزاد همون وقتی نقشه رو باز میکند به دیگر اصلا دیگه سرد شده باشد، دیگر امید نداشته باشد. به نهایت نقشه های زیاد داریم. خدا خواهد آهسته با دستگیری عباس، با دستگیری برادرانشون، به دستگیری برادران این شخص ما هیچ کار کردن نمیتوانیم. خدا خواهد با اشتراکی همون، با تشبسکاری های همون ما میتوانیم به خداهای بران رسیده باشیم. خب فکر میکنم همون چون شما در بالا قید کردید که در نقشه هست که چند نماهنگ چند کلیپ ترانه ها را آماده کنید. خب اولی شده فکر میکنم در یوتیوب کانالی امید ویدیو ما یک نقشه مهمی که داریم با اکای عباس یک کانال مخصوص برای خودشون شدنی هستیم در سامانه یوتیوب مخصوص برای خودشون، زیرا کانالی که ما تأسیس شدگی هستیم امید ویدیو از مقصدهای گوناگون دارد، از اون معرفی کردن منظره‌های زیبای دیوان برای خاطر بخواهیم مخصوص برای خود اکای عباس علاوه یک کانال گشوده باشیم و استعداد هنر همین ترانه‌ها رو در همون یوتیوب کانال جای داده باشیم. سلام باشین. شنونده در خطی علاقه هستند. صدای پنجکین. سلام علیکم. با شما هستم شنونده عزیز. سلام علیکم. الو. ولی متاسفانه شنونده خاموش هستند. زنگ نوبتی داریم. صدای پنجکین. سلام علیکم. شنونده گوشی رو گذاشتم. خب شنوندگان عزیز، اون نفرانی که مخلصی مهمونی عزیز ما عباس رجب و یا خود عباسی روادی هستند، پس آماده باشید. یک یوتیوب کانالی علاوه به نام خب مهمونی عزیز ما باز می شود، ولی تا اون دم می توانید که از یوتیوب کانالی امید ویدیو خب از کار و فعالیت مهمونی عزیز ما خبر باشید. دوستان عزیز، این صحبتی که ما دور کرده سودیم چند لحظه دیگر به اتمام میرسد، ولی من خاطر نشان میشم که در برابر این صحبتی ما ثبت شده است رسوی نزدیک از یوتیوب کانال های امید ویدیو، تلسیمو، صدا و سیمو میتونید تماشا کنید. خب در فرجام صحبت اگر گفتنی ها باشد اکوی عباس برادری از جان، برای هموطنان، برای مخلصان، خب اینجا باید زنگ تلفنی باید که شنونده شاید یک درخواست دارن، سوالی دارن. صدای پنجکین. سلام علیکم. الو. بله با شما هستم. بله. الو. سلام علیکم. مرحبا. سلام علیکم. مرحمت. شنوانده عزیز میشنوم. سربلند باشید. مرحمت گفتنی دارید؟ بله مصاحبه ما، صحبت ما با هنرمند شناخته. سربلند باشید. سوال دارید؟ مرحمت. سلامت باشید. سلامت باشید. شنوانده عزیز، حتما ترانه‌ای که خیلی معروف است از میون ترانه هایتان، خیلی همین ترانه خوشدامن، خیلی مخلصان زیاد دارد، بسیار ترانه مشهور است. خب اینجا یک زنگ تلفنی نوبتی داریم. صدای پنجکین. سلام علیکم. متاسفانه شنونده بوسم گوشی رو گذاشتن. شاید در فرجام گذاریمش قبلا میخواستم که عرضها و تمانیت های شما رو برای شنونده های عزیز، برای تماشاگران عزیز، عموما برای همدیگران و هموطنان و مخلصان شنیده باشم. زنگ تلفنی. صدای پنجکین. سلام علیکم. صدای پنجکین. سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم. السلام.
وصف پدر ترانه. سلام آباد باشید. خدا نگهبانتان. تشکر میکنیم که با ما هستید. حتما یک ترانه دیگر وصف پدر خبر عرضها و تمنیت‌های شما. مرحمت. برای عبوس ریوتی، برای هموطنان، برای همدیاران، برای مخلصانشان چه گفتنی هستند؟ چی گفتنی دارید؟ برای مخلصان دوی نکتید مخلصان. بگذار که مخلصان عزیزتان تنصیحت باشند. سلامت باشم، آباد باشم، آباد باشند. آباد باشم، با عبوس ریوتی باشند. عباسی ریوتی باشم، زنده باشم. زنده باشید، سلامت باشید. مهمونی عزیز امید جان، عرض و تمنیت شما. تفجر برنامه من از شما روی محترم، از رئیس محترم تلویزیون سیما و صدای شهر پنجکین، از تمام کارمندان، از تمام مخلصان یک جمع تشکر گفتنی هستم. میدونید وقتی که هنرمند یا اینکه یگان صنعتکار یک کار رو کردنی بشود، به دستگیری مخلصان، به تماشابینان هیچ است. تنها خواهشی من این است که ما با آقای عباس در جلده صنعت، در جلده هنر قدم‌های نخستین را گذاشته ایستادیم. وقتی که قدم‌های نخستین می‌گذاره، به نهایت مشکل از قدم گذاشتن او را دستگیری کنن، همون مهنت‌هایی که ما می‌کنیم تماشا کنن، دستگیری کنن، هرچی از دستشون می‌بیاد لااقل یک دوینه داده باشن. ما خداخواه در خدمت همین خلق و وطن و ملت و مملکت خودمون پابرجا میمونیم. خداخواه سربلند باشید. من برای شما میجوام در جده کار و فعالیت برای اکای عباس در جده کار و فعالیت بردباری ها تمنا میکنم و بار دیگر تشکر میکنم که مهمونی عزیز ما خواهشم رو رد نکردن، آمدن از راه دور تا که با مخلصان خودشان باشن نزدیکتر باشن. بار دیگر تشکر، بار دیگر سربلند و سعادتمند باشید. دوستان عزیز ارجمند، ما یک صحبت داشتیم، اگر چنده که صحبتی ما کم بود ولی فکر میکنم صحبتی که در انتظار بود، صحبتی که خیلی گرم و رنگین و صمیمی بود با هنرمند خوش صدا عباس ریوتی. و دوستان عزیز در فرجام صحبت، در فرجام برنامه ترانه‌ای که خب از جانب مخلصانتان درخواست شده که وصف پدر بود، دیگری وصف خوشدامن و فکر میکنم که یکی رو انتخاب میکنید و محض ترانه پدر رو برای پدران عزیز اهدا میکنید. بار دیگر دوستان عزیز تشکر میکنم. در فرجام برنامه ترانه درخواستی. مرحمت. وصف پدر، ترانه زیبا. بدی سری من پسر نالم کن جانی پدر، بر سری قلبم از سحر یک فاتحه خوان و گذر. تو بر خدا زاری نما، بر مادرم یاری نما، بر دادران و خواهرم اظهار غم خاری نما. اجرام ما گفتی خدا از رای جانان مصطفی، اصلا من در تا از زبان ذکری محمد مصطفی. خود راضی با مگیر دستی یتیمان را بگیر، دانسته باش ای گل پسر حالی بده دارد سر، حالی بده دارد سر، حالی بده دارد سر. سلامت باشید. تمام کن.